ماه اکتبر، مهر و آبان ماهیه که همه ما باید با یک رنگ خاص متحد بشیم، صورتی. ماه آگاهی رسانی سرطان پستان. اگه فکر میکنید این موضوع فقط برای بقیه است یا فقط برای زنهای مسن، باید بگم سخت در اشتباهید. سرطان پستان شایع ترین سرطان بین خانم هاست، اما خبر خوب این که اگه به موقع تشخیص داده بشه، شانس درمان و بقا خیلی بالا میره. در حدی که میگن تشخیص زود هنگام تقریباً مساوی با درمانه. پس بیای چند دقیقه وقت بذاریم و قهرمان سلامت خودمون باشیم. این چند دقیقه ممکنه زندگی شما یا یکی از عزیزانتون رو نجات بده. بخش اول، اصل قضیه چیه؟ مفاهیم اولیه. خب، اول از همه ببینیم اصلاً سرطان پستان چیه؟ سرطان پستان یعنی رشد بی‌رویه و خارج از کنترل سلول‌های غیر طبیعی توی بافت پستانه. مثل یه مهمونی شلوغ که یه عده بدون دعوت اومدن و نمیخوان هم برن. چرا آگاهی انقدر مهمه؟ چون پستان برخلاف خیلی از اندامهای دیگه قابل لمس و دیدن هست. یعنی خود ما میتونیم اولین و مهمترین گام رو برای تشخیصش برداریم. این یعنی قدرت دست خودمونه. بیشترین مشکل توی کشور ما اینه که بیمارها معمولاً دیر مراجعه میکنن. اگه یه توده کوچک توی مراحل اولیه پیدا بشه، گاهی حتی نیازی به شیمی درمانی‌های سنگین هم نیست. یادتون باشه، تشخیص زود هنگام یک نجات دهنده زندگیه. بخش دوم، مهمترین علائم هشدار دهنده، چک کردن بدن. حالا بریم سراغ اون چیزی که باید هر ماه حواسمون بهش باشه، خودآزمایی پستان. بهترین زمان برای این کار چند روز بعد از تموم شدن عادت ماهیان است، چون توی این زمان پستان کمترین حالت تورم رو داره. موقع دوش گرفتن یا جلوی آینه دنبال این چند تا علامت بگردید. مهمترین علائم هشدار دهنده سرطان پستان. 1. احساس توده. مهمترین علامت احساس یه برجستگی یا توده جدید توی بافت پستان یا ناحیه زیر بغله. توده‌ای که شاید سفت باشه و حرکت نکنه. این رایج‌ترین علامت هست. 2. تغییرات پوستی. اگه پوست پستان شما شبیه پوست پرتقال شد، یعنی دچار فرو رفتگی یا ضخیم شدن شد، سریعاً پیگیری کنید. 3. تغییرات نوک پستان. اگه نوک پستان به داخل کشیده شد، فرو رفتگی یا تغییر شکل داد یا ترشحی، مخصوصاً ترشح خونی ازش خارج